سال 54 یک مهاجر گفتن همین یغنابه. اون وقت رهبرای جمهوریمون گلجبایف دادخدایف بودن. برآمدن انکت پر کردن. اون وقتا ولایت نبود. کورکت به مهاجر گفتن همون کالخوز بالا یک تویت قشلاقی بالایه از خیشورتا و وای کالخوز ارجانکیز انزا و مرزی چو اینها خر تشکیل کردن. خر قطعی اکن میکشادن. اون وقت رای ماشین نبود. خر قطعی تشکیل میکردن میبردن. بعد از اون دو کس عرضه نویساندن و همه عقبه قول گفتگی جا داریم همین قطعی شب و شب دوشنبه رفتن کمیته مرکزی به. اون وقت اولجبایف دادخدایف بودن همه عرضه برده دادن. اون آدم گفت که وای ها همه خیلی سپارش دادن کسی که مهاجر گفته باشد ناتوغری گفتگی نادرست وای کردگی یغناب ممکن نیست مهاجر کردنش برای اینکه یک لفظ گم میشه برای همین سوخت همین درم ماند همین خیل. سال 70 با مهاجری سر شد همین ماه مرد بود. ماه مرد اون وقتا برف یک قدی آدم هم زاید بود. من برآمدم همین پیش خودم بنام پیش چشمه به ارگان ها تمام ملیسه ها هم برفای تازه کردن و ورتالیات هم اومده همین جبه میشیشت مجبورن کوچنده وای ببردن ظفرآباد با مجبور نیک حکمان خواهیدم میکوچید نخواهیدم. همون وقتی که کوچنده بردن اونجا با 4 خواجگی و 3 خواجگی 2 خواجگی کلان در یک خانه ماندن. رفعت حاجیوف کاتب یکم شد کاتب آبکم. بابایف علاءالدین بابایف آب اسپالکم شد. با یک روز بعد 4-5 روز همین ولایت تشکیل شدم با ویا گفتن که اکن یک همین مهاجرای خبر گیریم. من گفتم که اینجا با کمبوتی گفتم بسیار گفتم. با رفعت حاجیوف گفتن که چی کمبوتی هست گوید گفتن اکن وای نکرده گفتم من گفتن کاتب آبکم گفتن. من یک هفته شد انتخاب شدن ولایت گفتن. من کاتب آبکم همین ولایت گفتن. من این کس بابایف علاءالدین بابایف گفتن این آب اسپالکم گفتن. ما دستام می آمدی گفتن یاردم میکنیم. اما گفتم یکم یاردم گفتم همین که اونجا گفتم ما خانه به خانه مون کردن گفتم آوردم مجبورن گفتم حکمان 2-3 خواجگی گفتم در یک خانه گشتی گفتم ممکن هست می همین خیلی مونده اول آیله دارد ضعیف دارد مرد دارد گفتم خفت خوب دارد خیستن دارد گفتم و گفتم توغری گفتن شرایط این نمی بردارد گفتن همین هفته گفتم ما همین کار تشکیل میکنیم. خیر خوش کردم برفتم بعد 3 روزش بود که دو پیمکه تاشکند سردریای آوردن. اون وقت ازبکستان رفت آمد به تایوز بود که آخه 3 پیمکه از ولایت آوردن 5 تا پیمکه با خانه‌کنی سر کردن را کرده. بین 1 سال به باور کنید دیگر همون تمام خانه های ساختن و همون خلق در آورده در خانه ها جا به جا کرده. وضعیت مهاجران همین خیلی شد که برادر اکو اونجا بینید این شرایط اقلیم یغناب این دیگر من حاضر بادی هواش بینید که تگ کرته خنوگ میخوریم. شهر باشد آبا برفتن میگیرد. اونجا رفتیم اکو وقتی بهار شد بعد از ماه اپریل پخته به کار کردن در کار اکو بچه های مهم مولش اکو برآمد پخته به کار کرد همش هم غیر کمپیر هم موسفیدا موندن پخته به کار کردن. اون وقت اکو پایین تراکتور قطعی دفیلاتسه میکرد دارو میداد پخته به سمالیات بالا دفیلاتسه میکرد. مول آدم ها همون 1 سال 2 سال آنچه نیکی تلافی یافت. همین خیلی
بعد از 3 سالش مردم اون وقتا راه نبود. وقتی که گیالوگو در یغنوب اومده رومیت بر اومدن رفیقار قطعی منم عقبه نوبات قطعی راه کرده اومده من این بالا با من شتالنیکو هست من اما پایینم شتالنیکو هست کار کردن راه کردن اومدم با بچه ها یک تنیم تک گریختن سر کردن اونطور رفته دوشنبه قطعی چیرز رومیت هم تو میبر اومده رفیقار قطعی گشت اومد بعدش عقبه قول قطعی پشتاره همه انجامشون می آورده من این عقبه ها قطعی همه خیلی عذاب قطعی اینجا می آمدن با ورتلیات قطعی آمده با اینای بار کرده با می برد همه 3 مراتب همینجا آمده رفتن در تمام گوشه همین دوشنبه شهر همش یغنابی های اون طرف حصار لیلینسکی یوون وحدت من این طرف رومیت من این شهر خودش همین طرف همین بالا هیکا بره کلام بالا همون اون طرف اکرپیج نستار کرده تا این طرف ورزو برومدیش همش یغنابی هست اون طرف چورباغ من این طرف دوغوبا من این ورزو من این خرنگون اینا شهر من همین میدگردا که میدگردا بالا پل یغنابی هست همش انا که ربط پرسی دیگر بعد همین کلانتولای موندگیش همین یغنابی نگود دیگرش همش تاجیک سوی برفتگی هست